الان وحید اشتری اینجا با ما در استودیوست تا راجع به باستی هیلز ایران باش صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا داستان برچیده شدن اون دروازه‌های گیت‌های ورودی اونجاش از وجه سلام خیلی خوش آمدید. لطفاً شما من خیلی خوشبختم زخم از شما هستم. زنده باشید. میلاد گودرزی کجاست؟ چون میلادم معمولا شما دو تا با هم می‌ترجمه باشید راجع به زمینخواری و مبارزه با فساد. آقای گودرزی الان دادگاهه. آره ایشون نتونست بیاد به خاطر این پیگیریایی که کردن. حالا یکی از همین متهمای بانکی که اینجا هم ویلا داره اتفاقا تو باستی هیلز و الان تو پرونده بانک سرمایه درگیره از ایشون شکایت کرده. وقت دادگاه داشت منم از محضر شما خلاص شدم باید برم من تو برای پرونده دیگه ای میرم دادگاه. از ما خلاص چی باید بری دادگاه؟ یعنی اینجا البته خلاصی سوال فقط میپرسید. آقا اونجا چرا بهش میگن باستی هیلز توی لواسون؟ هیلز مثل مال چه آمریکاست دیگه؟ آره سرریز خصوصی سازی ها و مفاسدی که حالا تو حوزه بانک و اینا هست. مثلا شما پرونده بانک سرمایه رو دیده باشین تلویزیون متهم رو که نشون میده تقریبا همشون نفر یه ویلا اینجا دارن. بعضی از این ویلاها تو خود لواسون که میخواد تخریب شه همین هفته‌های پیش که پیگیری بود و اینا مثلا مدیر شهرداری که میاد توضیح میده برای چند ماه طول کشیده خرابش کنیم نتونسته خراب کنیم میگه طرف تو زندانه چون عمدهشون حالا به جرم بحث‌های مالی اینا به بخش جدی چون این 700 میلیارد و 800 میلیارد و اینا تقریبا یه پروسه پولشویی رو اینا رو حتما طی کردن و به اینجا رسیدن چون بحث‌های متعدد داره. ولی که مسئله اصلی اینه که باستی هیلز و کل کیس لواسون یک کیس از صدها کیسی که تو کشوره یعنی خلاصه شدن توی باستی هیلز اشتباهه از این منظر که بلایایی که ما سر محیط زیست و سر شهرسازی اینا داریم میاریم یکی دوتا نیست دیگه. شما مثلا توی گلستان مثلا روستای زیارت رو داریم و عمده جنگل خاریایی که داره میشه توی شمال شما تقریبا نوشهر رو اون محدوده رو کلا برین دیگه کلا اون مناطقی که برنج بود و یه موقعی شما رد میشدین بوی برنج مثلا مست میکرد آدم رو الان دیگه وجود نداره همش ویلا سازی و تخریب شده. توی جنوب مثلا شما الان بهبهان برین از اونجا از تنگ تکاب تا جاهای دیگه و عمده مسائلی که ما داریم مثلا ما دشت قزوین و اون زمینای کشاورزی وسیع که داشتیم بلایایی که سرش داریم میاریم توی بحث‌های تغییر کاربری ها ویلا سازی ها ساختمون سازی ها اینا یکی دوتا نیست. لواسون رو ما به عنوان کیس استادی انتخاب کردیم برای اینکه بشه یه قدری توجهات رو جلب کرد و اون یه مسئله یه قدری روش زوم کرد یه قدری روش بولد شد به خاطر اینکه توجهات رو جلب کنه که این وضعیت رو کلا اصلاح کنیم. یعنی این قوانینی که ما داریم تو حوزه معماری شهرسازی یه بخشیشه که مفاسد جدی ایجاد کرده و مشکلات ایجاد کرده که خود کمیسیون ماده 100 که میشه قانون رو با پول خرید شما دیدین حتما تو ویدیوهایی که ساختیم. آره یه مثلا داماد آقای شمخانی خیلی روکو راست میگه که خلاف میکنیم پولش هم میدیم مثلا چند طبقه میسازیم. یعنی قوانین و نظم شهری وجود نداره. مثل همون ویدیویی که پخش شد توی فضای مجازی مثلا توی اصفهان یه دختری با پورشه زد یه پرایدیه رو له کرد بعد پیاده شد گفت کشتم پولشو میدن. اونایی که دنگل میکشن شهر میکشن محیط زیست میکشن قوانین میکشن اینا هم همون جوریان مثل همن. یعنی هر دوتاشون یه پلان رقت انگیزی دارن که میشینن میگن کشتیم پولشو میدیم و اینا و این بلایا رو دارن سر محیط زیست میارن. تو همه بخشا ما اینو داریم حالا تو لواسون اختصاصا نیست. آقای محمدیان عضو شورای اسلامی لواسان هم روی خط تماس هستن با استودیو. سلام عرض میکنم خوش آمدید. من سلام میکنم جناب آقای حسینی و دوست عزیزمون و همه بینندگان محترم. زنده باشید. یه گزارش کوتاهی میفرمایید که بعد از این خبرایی که سر زبونا افتاد و بچه‌ها هفته پیش نماز جمعه اومدن و اینها الان شورای شهر و شهرداری لواسون در بحث مبارزه با این زمینخواری‌ها چیکار دارن میکنن دقیقاً؟ آقای محمد شما عرض کنم که این منطقه باستی یک قسمتی از شهر لواسان ورودی شهر لواسان هستش که مجموعاً با تعدادی از دوستای دیگه در سالهای گذشته شهر لواسان رو تشکیل دادن و این شهرک هم این شهر هم یعنی این قسمت از شهر هم که حدود 53 تا ویلا درش هست در سال 1380 در حقیقت شروع به کار کرده و تا الان خوشبختانه شورای دوره پنجم که احساس کردن اینجا یک قطعه جدا از لواسان داره مدیریت میشه و اداره میشه اقدام کردن به نامه‌نگاری برای برداشتن گیتش و این گیت خوشبختانه توسط نیروی انتظامی و شهردار محترم و اعضای شورا با هماهنگی همدیگه این گیت برداشته شد. الان گیت برداشته شد قدم دیگه هم قراره برداشته بشه و یه پرسش دیگه چون گفتید از 1380
ساخت و ساز درش شروع شده، گفته میشه که یک نفر همه اونجا رو تملک کرده و شروع کرده به ساخت و ساز. اینو تایید میکنید؟ و اگر تایید میکنید چه کسی بوده اون فرد؟ نه، توسط یک نفر نبوده. یک گروهی اونجا هستن که همه سرمایه‌دار هستن و ویلاهای لوکس ساخته شده و همشون هم راههای قانونی رو از ظاهر طی کردن، مجوز گرفتن، پایان کار گرفتن، هزینه‌های مربوطه رو پرداخت کردن. یعنی محدوده قانونی شهر لواسان. من حالا جسارتا اولا این مجوز نداشته، چون به این دیوارا نمیتونن بریزن، چون پشتش گوزن و اینا داره زندگی. مثلا اینجا مجوز محیط زیستی نداره. مشکل محیط زیست همون موقع محیط زیست شکایت کرده و معترض بوده. یعنی مطلقا کمیسیون ماده 5 و اینا رو نداره هیچ کدوم که از این زمین تغییر کاربری داده شده باشه. برای اعضای شورای شهر وقت لواسان هم تو دادگاه پرونده تشکیل شده و کلی بحث‌های حقوقی پیش اومده، رفتن اومدن، من متهم بودن به جرم حالا بحث‌های فساد و رشوه. مسئله دیگه این که اصلا معماری‌ها و بنایی که داره و متراژی که داره، چون مشخصه تو لواسون 150 متر مثلا زیر بنا میدن، 2 طبقه تا 3 طبقه. اینجا اصلا ویلاهای 1000 متری هست، ویلاهای 700 800 متری که اینا اساسا با قوانین معماری شهرسازی خارج از قوانین لواسون، نه خارج از کل کشور اینجا ساخته شده این ویلاها و همین چنین امکانی همین الان تو لواسون کسی نداره، یعنی نمیتونه با قوانین داره، یعنی با پول و اینا وجود داره. فلذا این باستی از بد و شکلگیری با تخلف و غیرقانونی بودن بوده و تقلیل مسئلهش اصلا به یه گیت برداشتن یه گیت یا گذاشتن یه گیت اساسا آدرس غلطی که تو رسانه ها دارن میدن که آقا مثلا اتفاق خوبی افتاد شورای شهر پیگیری کرد گیتو برداشت. ما الان تخلفات مثل باستی همین الان، حالا باستی رو دیگه ساختن در واقع و اون یه نماد صرفا، مثل باستی توی کلاک تو جاهای دیگه همین الان لواسون هست که نیاز این که گام بزرگ جدی برداشتش که برداشته نمیشه و موضوع تقلیدشون به گیت و گیت هم چیز خاص نیست. شما خیلی کوچه‌های تهران، خیلی شهرک‌ها روی گیت داره. گیت مسئله نیست، یعنی اگر قرار به تخلفات رسیدگی شه، حوزه قضایی فعال شه، بعد بیاد پرونده ها رو بیاره و اصلا شفاف شه که اینجا ویلا دارن، تو چه سیکلی، تو چه پروسه‌ای ویلا دارن. چون شما دیدین مثلا متهمای بانکی فرار که میکنن میرن خارج از کشور، میرن کانادا، اینا اونجا مشخصات ویلاهاشون کامل تو کجا ویلا دارن اینا هست، ولی که ما الان توی باستی اصلا نمیدونیم کی به کی، کیا هن. ضمن اینکه مسئولین وقت هر کسی تو این حوزه تخلف کرده باید به رسیدگی بشه، ضمن اینکه نهادهای حکومتی که درگیر فساد شدن. یعنی شما ببین مثلا ما تو این پرونده ها که داریم حرف میزنیم الان تخلفات جدی خود شورای شهر و شهرداری لواسون الان داره که بعد رسیدگیش، یعنی حوزه قضایی لواسون اگه بخواد فعال شه بعد ابهاماتی که در اون پرونده‌های خود افراد است تو مجوزایی که همین الان داره داده. شما ببین مثلا ویلای خانم نعمت‌زاده بعد از این همه رسانه و این همه سر و صدا کردن 1000 متر خلاف ساخته بود. 1000 متر چیز کمی نیست و این توی لواسون یک کشاورز اگر یه 2 متر در 3 متر بخواد آلونک بسازه برای اینکه توش بیلوکلنگشو بذاره که آفتاب نخوره، مامورای شهرداری کمتر از 24 ساعت بالا سرشن و کمتر از 48 ساعت تخریب میکنن. قبل از اینکه اصلا اینا خراب شه مردم میپرسن اصلا اینا چجوری ساختن؟ 1000 متر که ساختش یه شب و 2 شب و 2 روز، اینا آیا بدون زد و بند امکان ساخت اینا اصلا وجود داره؟ بعد میدونی 6 ماه 5 ماه 4 ماه تخریب اینا طول میکشه. میدونی سطح وابستگی رو داره نشون میده. این دیوار کشیه که گفتی منو دقیقاً یاد وال استریت میندازه، اون دعوای 1% و 99% که بود. انگار که یه فضایی وجود داره که آقا این دیواره این ورش ماییم و زندگیای لاکچریمون، اون ورش شمایید و به قول شما زمین زراعیاتون همون آلونک 2% و اینا. و اینکه جانم دوستانم یه چیزی دارم میگم، من چون حرف میزنم همزمان متوجه نشدم. حالا اینو ازش عبور نکنیم. هم ببرلی که الان نگاه کردم تلفظش ببرلی هم هست، حالا بورلی هم تو ایران مشهور شده و این موضوعی که الان داره اونجا پیگیری میشه، شما خودتون با همین آقای محمدیان و دوستانشون در شورای شهرستان صحبت کردی؟ ما چندین جلسه با شهردار و اعضای شورای شهر و امام جمعه و چهرهای دیگه داشتیم. مسئله‌ای که هست این است که نه تو باستی و تو جای دیگه هم، حالا توی لواسون صرفاً معترض بودن امام جمعه و امام جمعه با بقیه چون متفاوت بوده تو این ساختار و همراهی نکرده اونجا رو سر صدا شده. تو بقیه جاها همه نهادهای کشور با هم هستن، یعنی قوه قضاییه همراهی میکنه، شورای شهر همراه، نهادهای اطلاعاتی امنیتی همراهی میکنن. توزیع از چی شده. آقای محمدیان هستین روی خط همچنان؟ جناب محمدیان، آقای محمدیان صدای منو میشنوین؟